برای انسانی که فرزندای 4-5 ساله دارن بسیارتر از گفتار دیده کردار تاثیر زیادتر است. بنابراین باید اونجا اولا چیزی که ما باید بالاش ترکیز کنیم این باید در خانه نماز جماعت خونیم، مثلا زن، شوهر، مثلا دیگر فرزندایی که باشن اونجا، تا اینکه کودک بیند برای تعلیم مثلا سجده، تعلیم رکوع رو باید دور شود. بعد از اون دوم چیزی که بالاش باید ترکیز کنیم این تعلیم دادن سوره های کوتاه مثل سوره کوثر، سوره عصر، سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس و غیره. باید که از همین سوره ها شروع کرد، صبر کرد بالای کودک و او رو تلقین کنیم به زبان. سوم چیز این دعا هست عزیزان. دعاهای مثلا از خانه برآمدن، خانه در آمدن، پیش از طعام، بعد از طعام، دعایی که انسان پیش از خواب رفتن میخواند، دعایی که از خواب خیستن میخواند. این چیزا کودک رو از خردی با سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله ربط میدهد، علاقمند میکند و کودک در یک روحیه دینی و یک روحیه خداپرستی بزرگ میشود.